پاز قدم مردم این شهر گرفتند، رأی و نفس و حق همه با قهر گرفتند. شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند، با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند. اگر آزادی سرودی می‌کند کوچک، کوچکتر از گلوگاه پرنده‌ای، دیگر در هیچ کجا ایرانی بر جا نمی‌ماند. از مهمترین کارهایی که این انجمن در بعد شکل‌گیریش انجام داد، سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای بود که برگزار کردیم و دومین کار عملیش هم بزرگداشت 16 آذر مقابل سفارت ایران در آنکارا بود که خیلی هم برای رژیم جمهوری اسلامی گرون تموم شد این حرکت بچه‌های ما و هنوز هم تداوم داره. امیدواریم که تک تک بچه‌هایی که احساس دین به ایران و ایرانی میکنن بتونن با هر گرایشی و هر تفکری دور هم جمع بشن و برای دفاع از آرمان‌های انسانی و آرمان‌های ایرانی به پا خیزن که سکوت دیگه بس از چه در ایران، چه در ترکیه و چه در همه جای جهان. سالهاست که فرمان میدهد با آن کلاه بی پشمش مترسد، رقص گندمزار ممنوع است و فرماندار داس بر حلقوم سبز یاسها کشیدند، گلوی چلچله ها را گل گرفتند. گندمزار خشکید و دیگر هرگز بوی گرم نان در کوچه ها نپیچید. آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی‌های مردم پا بریدن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرین پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، هر خاموش است خاموشی گناه ماست. مرسی.